توی این ویدیو میخوایم راجع به رابطه جنسی دهانی صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید. ما توی این کانال کمکتون میکنیم یه رابطه جنسی فوق العاده رو تجربه بکنید. رابطه جنسی میتونه با توجه به سلیقه و علایق طرفین به صورت‌های مختلف باشه. رابطه جنسی دهانی یکی از راه‌های لذت بخش برای تحریک و رسیدن به ارگاسم هستش که البته قبل از انجام هر دو طرف باید با اون موافق باشن. سکس دهانی میتونه باعث انتقال عفونت‌ها و بیماری‌های مقاربتی بشه. برای جلوگیری بهتر استش که از کاندوم دهانی استفاده بشه. سکس دهانی یا اورال سکس تحریک همسر از طریق لب و زبان هستش، به صورتی که آلت تناسلی مرد یا ناحیه تناسلی زن هنگام این نوع رابطه از طریق دهان لمس میشه. رابطه جنسی دهانی بین زوجین معمول هستش و گاهی از اون به عنوان جایگزین برای رابطه جنسی واژینال استفاده میشه. رعایت بهداشت فردی قبل از داشتن رابطه دهانی مهم هستش، اما لازم نیست که نگران بوی واژن یا آلت تناسلی خودتون باشین. بدن هر فرد بوی خاص خودش رو داره که کاملا هم طبیعی هستش، اما بوی زننده واژن ممکن هستش که به دلیل عفونت باشه که حتما باید درمان بشه و ممکن هستش که باعث ناراحتی همسرتون هنگام سکس دهانی بشه. قبل از رابطه دهانی دوش بگیرید و آلت تناسلی خودتون رو با آب و صابون بشویید. نیازی نیست که از دوش واژینال استفاده بکنید. واژن با داشتن باکتریای مفید محیط خودش رو تمیز نگه می‌داره. از اسپری خوشبو کننده یا عطر برای آلت تناسلی خودتون استفاده نکنید. بعضی از مواد غذایی ممکن هستش که بر بوی ناحیه تناسلی تأثیر بذاره. سیر و پیاز از جمله این مواد غذایی هستش. داشتن رابطه جنسی دهانی به رضایت هر دو طرف بستگی داره. بنابراین قبل از انجام هر کاری از سلیقه و خواستهای طرف مقابلتون مطمئن بشید. لمس ناحیه تناسلی در خانم ها و لمس ناحیه تناسلی در آقایون با زبون میتونه باعث برانگیختگی و ارگاسم بشه. برای انجام این کار میتونید از پوزیشن های مختلف مثل درازکش یا نشسته استفاده بکنید. بهتر استش که قبل از برقراری رابطه دهانی از همسرتون در مورد علایق اون در این مورد سوال بپرسید. احتمال بارداری در این نوع رابطه وجود نداره. برای بارداری اسپرم ها باید به دهانه واژن و رحم برسن. بنابراین اگه که در این رابطه اسپرم به واژن راه نیابه بارداری صورت نمیگیره. اگه مایع منی یا پیشاب به صورت تصادفی وارد دهان بشه باز هم باعث بارداری نمیشه، اما ورود مایع منی به دهان به دلیل ناپاک بودن اون از نظر شرعی حرام هستش و از نظر علمی بهتر استش که مایع منی خورده نشه، چون که میتونه باعث انتقال عفونت و بیماری‌های جنسی بشه. یکی از مسائلی که در اورال سکس حتما باید در نظر گرفته بشه انتقال عفونت‌ها و بیماری‌های مقاربتی هستش، از جمله بیماری‌های مقاربتی که از طریق رابطه جنسی دهانی قابل انتقال هستن، مثل ایدز یا سفلیس یا ویروس پاپیلوما یا عفونت کلامیدیا یا سوزاک. گاهی اوقات عفونت‌ها بعد از انتقال از طریق رابطه جنسی دهانی ممکن است که یک سری علائم رو داشته باشن، مثل گلو درد، زخم‌های دهان و یا گلو یا تورم غدد لنفاوی. کاندوم دهانی یه نوع پوشش شبیه کاندوم هستش که زبان فرد رو پوشش میده و طریقه استفاده از اون بسیار راحت هستش. این نوع کاندوم باعث میشه شما رابطه جنسی ایمنی داشته باشید، چون که احتمال انتقال عفونت‌ها و بیماری‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کنه. اگه قصد دارید که از کاندوم‌های معمولی برای این رابطه استفاده بکنید، حتما از کاندوم ساده بدون روان کننده خاصیت تأخیری استفاده بکنید. در غیر این صورت ممکن استش که باعث سوزش و یا بی‌حسی زبان شما بشه. دنتال دوم یا سد دهانی نوع دیگری هستش از پوشش محافظ برای این نوع رابطه، با این تفاوت که دنتال دوم باعث پوشش لب‌ها هم میشه و احتمال انتقال عفونت و بیماری‌ها در اون تقریبا صفر هستش. از نظر اسلام رابطه زناشویی که باعث رضایت و لذت هر دو طرف بشه مانعی نداره، اما ورود مایع منی و خون زنان در هنگام پریود یا قاعدگی به دلیل حرام بودن اون از نظر شرعی مشکل داره.